اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تكفرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدیر. الله با ذاتی داریم نجوا میکنیم که دعا رو دوست داره، گدایی رو، ابتهال رو دوست داره، و ذاتی که خودش گفته ادعونی استجب لکم، ذاتی که خودش گفته اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، ذاتی که اجابت رو دوست داره، ذاتی که از هر نزدیکی به ما نزدیک تره، ذاتی که از هر مهربانی بر ما مهربان تره، ذاتی که وهابه و از دادن خسته نمیشه، از بخشش و عطا خسته نمیشه و از نوال و بخشش بر بنده